خب داره میدوزه دیگه، اگر اشتباه نکنم داره میدوزه. تو جیب همه میذاره، یعنی منظور بعدش تو میخوای بری دنبال همشون دونه دونه اینا رو ازشون پس بگیری؟ یکم دور از ذهنه برام. خب طبیعتا آژیر میزنه، بگش گرفت. بعدم همون یارو اومد که رو سرش اینم تو این پاساژ بود، میگم چیز مال این گندگی. فکر کنم فهمیدم چه چیزی تو مغزش داره. اوه بله، یارو ببین مغزش رو باید طلا گرفت. طلا این زنگ زد گفت ایراد به وجود اومده، یارو گفت حتما دستگاه خراب شده، همه رو رد کردم. نگاه کن. سکوت دیگه، در مقابل اینجور آدما باید سکوت کرد، چون